حالا ما در مسافه 190 کیلومتر از دوشنبه در نزد دهه آزادی قرار داریم. این دهه در قلمرو ناحیه جیهون نزد مرز تاجیکستان و افغانستان قرار گرفته است. حالا میرویم میبینیم که مردم این ده چگونه زندگی میکنند، چرا آزادی نام گرفته است و این نام به خصلت مردمش چی ربطی دارد. این دهه سال 1984 تأسیس یافته است. حکومت آن وقته تاجیکستان زمین‌های این منطقه را آبیاری کرده قسم از ساکنان نواحی اطراف را برای کار در زمین‌ها به اینجا آورد. تا پاشخوری اتحاد شوروی یکی از اوچستکه‌های کلخوزی لنین بود. اورونبا یولداشوف 85 ساله از اولین ساکنان دهه است. چند سال رئیس محله هم بوده است. همه خوجاینا همه آشنا بود رنگمی. خب یک گوسفند کشیدیم، آوردیم سنگ ای 5 کشیدیم. ای 5 زبط قلق کشیدیم. خب اینا بیشتر چیش اسفالت شا اینا الهام سفر پرکاز بود در اینجا کشیدیم. تمام هم قضیه اسفالت شد. سال 1992 دهه را آزادی نامگذاری کردند. ساکنان میگویند با روحیه آزاد همیشه برای حقشان تلاش میکنند. بعد مراجعت‌های زیاد زمین‌هایشان را که سالها از نبود آب به حاصل بودند آبیاری کردند. مردم قانون را میدونند، آزادند. کارگرای خوبان همش. همه طرف آزادن، آزادی ما. گلبهار ابیراوت در همین دهه به شوهر برآمده است. حالا صاحب 4 کلین است. میگوید تلاش کرده است تا فرزندان و کلین‌هایش تحصیل دیده باشند و محدودیت را احساس نکنند. مش آزاده یاتش خدم داخل کرده گیم پیدن صد خوندن معلمه ایدیم کلینم معلمه شده کار میکنه. دیگه تاش خونش نه. و همش راضی برای کار کردنم و باوری داشتم که خواندگیم کارده میمونه. ساکنان آزادی به فرق از دهه‌های اطراف به تحصیل دخترانشان بیشتر دقت می‌دهند. حتی به دانشگاه داخل نشدن دختر باعث شرم والدانش می‌شده است. من همین از سال 93 همش هم خواندنی رفته شدن. معلمه مدرسه شده بسیار همش هم خود آمده کار کرده شدن. در منطقه آزادی یک خلق‌های یعنی بسیارش با زبان ازبکی تحصیل میکنند. ازبک زبان ها می باشد. در بین ازبک ها یعنی یگان خیلی عقیده های گوناگون، افراط‌گراییات درباره یگان زورواری یگان چی ممکن حاضر نیستند. مولوده خولمتова 19 سال است که به کودکان تعلیم می‌دهد. حالا او برای خوانندگان صنف سیوم درباره آزادی نقل می‌کند. میگوید از زمان شوهر کردنش همیشه آزاد بود و در مسائل اولیوی فکری او هم به نظر گرفته می‌شود. موده فرق ندارد. در همه خودش می‌رود، یا که من می‌روم می‌گیریم در یک جای. معاشمو در یک جا است. حالا دهه آزادی دارای 242 خواجگی است و اهالیش زیاده از 1,500 نفر را تشکیل می‌دهد. هر یکی او از روی فهمیش و تصورش خود را آزاد و آزاداندیش می‌حسابد.